یانگ شینهای ثابت کرد که وقتی فقر، بی‌تفاوتی و خشم به هم میرسن، یه انسان میتونه به یه فاجعه خاموش تبدیل شه. منظریم به کانال من خوش اومدین. یانگ شینهای اسمیه که نه به عنوان شهرت بلکه به عنوان هشداری تاریخی تو پرونده جنایی چین برای همیشه موندگار شد. یه مرد برخاسته از حاشیه‌ها، از فقر مزمن، بی‌ثباتی اجتماعی و سالهای بی‌پناهی است. اون تو جامعه‌ای زندگی می‌کرد که صدای مردم ضعیف‌تر خیلی کمتر شنیده می‌شد و همین سکوت‌ها نه تنها یه عامل واحد بلکه زمینه‌ساز فاجعه‌ای شد که دیر شناخته شد و زود تکرار شد. اون نه با هیاهو بلکه تو خلاها حرکت می‌کرد و تو فاصله میان روستاها، تو اعتمادهای ساده و تو نقطه‌هایی که نظارت خیلی کمرنگ بود. هر حادثه به تنهایی شاید یه اتفاق به نظر برسه، اما کنار هم تصویری نگران کننده میسازه. تصویری از الگویی که دیر دیده شد. وقتی پرونده ها به هم وصل شدن، پرسش اصلی دیگه فقط چه کسی نبود، بلکه چگونه ممکن شد بود. بچه‌ها تا آخر این پرونده سریالی چینی خیلی وحشتناکه همراه من باشید و آخر این پرونده قراره به یه سوال جواب بدم. واقعا خیلی سوال عجیبیه نسبت به پرونده‌های قبل. اونم این که چرا یانگ قربانیاشو همیشه از سایه تعقیب میکرد و هیچ وقت مستقیم حمله نمیکرد. خیلی خب بچه‌ها، بریم سراغ اصل ماجرای یانگ شینهای چینی، قاتل سریالی. واقعا خیلی برام عجیبه. زودتر بریم سراغ اصل پرونده که من چقدر در موردش مطالعه و سرچ کردم و خیلی پرونده پشم‌ریزونیه. بچه‌ها، یانگ شینهای توی یه خانواده فقیر توی ژینگیان چین به دنیا میاد. نمیدونم یه شهر کوچیک بوده یا روستا، نمیدونم. ولی مردم خیلی ثروتمندی نداشته. مردم خیلی معمولی داشته که اینا اونجا جزو مردم خانواده فقیری بودن تقریبا. 3 تا بچه بودن که این بچه آخر بوده و فوق‌العاده هم بچه باهوشی بوده. بچه‌ها، یانگ بعد از اینکه از مدرسه تعطیل می‌شده، بیایم از دوران مدرسه‌شو بگیم دیگه. بعد از اینکه از مدرسه تعطیل می‌شده، میرفته سر کار، حالا کارگری می‌کرده و اینا. می‌خواسته که کمک خرج خونواده‌اش باشه. می‌آورده یه خورده حالا پول به پدر مادرش و اینا میداده. پدرش کارگر بوده، نمیدونم کشاورز بوده فکر می‌کنم. آره، چون شغل عمده مردم اون قسمت کلاً کشاورزیه. پدرش هم کشاورز بوده و یه زندگی خیلی سختی داشتن کلاً. یانگ یه بچه خیلی 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 باهوش بوده. بچه‌ها، از این خیلی باهوشا، یعنی از این خیلی باهوشا، ببخشید، نه از این خیلی باهوشا که میگیم این باهوشتر بوده. چند تا پله هم برو بالاتر اینجوری بوده. خلاصه چند سال اولو که رد میکنه به درس خیلی علاقه داشته ها، ولی چون توی محیط مدرسه دوستاش و همکلاسیاش خیلی مسخرش میکردن به خاطر لباسای درب و داغون و پاره پوره‌ای که میپوشیده، خیلی بهش بر میخوره و اونجا میفهمه که عدالت با چیزی که توی کتابا میگن خیلی متفاوته و این براش خیلی ناراحت کننده بوده. میریخته تو خودش و نمیتونسته هیچ جوابی یا هیچ جواب قانع کننده‌ای به دوستاش و همکلاسیاش بده و این همیشه توی مغزش بوده. دنبال یه راهکاری بوده که بتونه پول بیشتری در بیاره. نه پولی داشته، نه پشتوانه‌ای و این حرف و حدیثا توی مدرسه، بیرون مدرسه مسخره کردن و اذیتش میکرده. و بعد از 2-3 سال یانگ برادری که بزرگتر از خودش بوده، 3 تا بچه بودن دیگه، 2 تا برادر و یه خواهر، میمیره. یه مریضی میگیره
که به خاطر فقر مالیشون که نمیتونن به پسر بزرگتر رسیدگی کنن میمیره برادر بزرگترش. این موضوع یانگو شدیداً تحت تاثیر روحی روانی قرار میده. خیلی حال روحی روانیش بد میشه که چرا برادر من به خاطر وضعیت مالی بدمون باید بمیره؟ چرا این اتفاق باید برای ما بیفته؟ نه پدرم نه من نتونستیم براش کاری کنیم و برادر من فوت کرد. از اینجا به بعد دیگه کم کم یانگ میره سراغ یه سری خلافای کوچیک واسه این که بتونه بیشتر به خانوادش کمک کنه، واسه این که بتونه خرج و مخارج خودش رو در بیاره. بچه‌ها میره سراغ دزدی. اول شروع میکنه از مغازه‌هایی که توی محل خودشون بوده دزدی میکنه. میره وارد یه دونه مغازه ظرف فروشی میشه که صاحبش یه زن و شوهر بودن توی محل خودشون. خانومه و آقای مغازه یه خورده شلوغ بوده و خانومه و آقای اون لحظه انگاری که مثلا متوجه نمیشن. این میره اونجا چند تا از ظرفا رو حالا ور میداره توی یه کیسه میذاره و اون لحظه خانومه و آقای متوجه نمیشن. اما یکی از مشتریایی که اونجا بوده، خب اونجا هم یه مغازه محلی بوده، یانگ هم 16 سالش بوده، چند تا از اون ظرفا رو ور میداره میبره بیرون میفروشه. به اون کسی که میفروشه اون میفهمه که اون ظرفا واسه اون مغازن. میره به مغازه داره میگه، مغازه داره میره از یانگ شکایت میکنه، پاشو میکشه به دادگاه. دادگاه برگزار میشه و چون یانگ هنوز به سن 18 سالگی نرسیده بوده میفرستنش نمیدونم کانون اصلاح کجا. 1 سال 1 سال و نیم اونجا نگهش میدارن. بعد از 1 سال 1 سال و نیم که میاد بیرون، چون دیگه سابقه دار حساب می شده، با زندان خیلی فرقی نداره. دیگه نمیتونسته بره سراغ مثلا شغلای درست حسابی و اینا، وضع مالی خوبی هم که نداشته، نه خودش نه خانوادش. میره همین سراغ، دوباره میره سراغ دزدی و کلا یه سری خلافای حالا خورد و درشت دیگه. اگه تا اینجای داستان رو دوست داشتی یه لایک زری خانمو مهمون کن، میخوامت. خلاصه میره با این باندای زیرزمینی و بزهکار و اینجور چیزا دوست و رفیق میشه، رو هم میریزه و شروع میکنه تو اونجور جاها فعالیت کردن و با اونا تصمیم میگیرن که دزدیای بزرگتر کنن از همین مغازه ها و جاهای دیگه. یه چند وقتی میگذره اینا یه باند میشن و تصمیم میگیرن که برن یه بانکو بزنن. بعد از این که نقششون رو میچینن و عملی میکنن، بچه ها 5 نفر بودن، یانگ و 4 تا دیگه از دوستاش یه نقشه حرفه‌ای برای زدن یه بانک میگیرن تو همون شهری که بودن. حالا فکر کن کلی رویا و اینا هم تو سرشون بوده دیگه، بندای خدا. میرن اما متاسفانه اونجا گیر میافتن و دستگیر میشن دوباره. یعنی از اون زندان اومدنش کلاً شاید 2-3 ماه نمیگذره که زندان دومو میره و 2-3 سال میمونه توی زندان و وقتی که میاد بیرون دیگه یه سابقه دار حرفه‌ای شده بوده و زمانی هم که توی زندان بوده 1000 تا راهکار از زندانیای دیگه اونجا یاد میگیره و دائم هم اونجا با خودش نقشه میکشیده که بیام بیرون فلان خلافو میکنم، فلان کارو میکنم. یعنی اینجوری نبوده که بخواد اصلاح بشه، دیگه وای نه توبه کردم بیام بیرون من دیگه دست به هیچ کاری نمیزنم، من دیگه آدم میشم میرم وای میستم کار میکنم. اصلا همچین چیزی نبوده. زمانی که میاد بیرون تصمیم میگیره قتل انجام بده بدون هیچ برنامه‌ای. یعنی نه با کسی مشکلی داشته نه هیچی، به خاطر نفرتی که از مردم داشته بدون هیچ دلیلی. البته دلیل اصلیش همون فقر خانواده‌اش و مردن برادرش به خاطر فقر بوده که اصلا کلاً افتاده بوده تو راه خلاف. یانگ تصمیم میگیره که مردم رو بکشه. براشم مهم نبوده که کی
مثلا با کسی مشکل داشته، با کسی مشکل نداشته، اصلا همچین داستانی نبوده. مثلا یه سری میرفته، ببین اینجوری بوده داستان کسایی که به قتل میرسونده. میرفته یه جایی، یه بحثی، یه داستانی با یه نفر را مینداخته، بعد اون طرف رو تعقیب میکرده، دنبالش میرفته. حالا اگه زود یه زمینه‌ای پیش میومده، حالا شب بوده، تاریک بوده، یا اون طرف یه جای خلوت میرفته، با چاقو یا حالا یه جوری اونو میکشته. اگرم نمیشده طرف رو تعقیب میکرده، محل زندگیشو پیدا میکرده. جالبیش اینه که توی 1 سال 67 تا قتل انجام داده بوده و اصلا تو تاریخ چین همچین چیزی وجود نداره. 67 تا قتل به همراه 23 تا تجاوز. یعنی فقط به خاطر اون فکر بیمارش، با هیچکی هیچ مشکل شخصی نداشته. فقط میرفته طرف رو تعقیب میکرده. اگرم موقعیتش نبوده، اون شب برمیگشته خونه. حالا آدرس خونه طرف رو یاد گرفته بوده دیگه. فردا از صبح میرفته کشیشش رو میداده، کشیک میداده جلوی در خونه طرف. یه خورده این ورتر طرف از خونه بیاد بیرون، را بیفته دنبالش. زن، مرد، جوون، پیرزن، کسی که تو خیابون. جالبیش اینه دقیقاً به قول خودمون با این نفر چش تو چش میشیم، حالا مثلا یا میشن. با خیلیا همین چش تو چش میشده. چش تو چش میشده، حال نمیکرده، میافتاده دنبال طرف. و اکثر کسایی که به قتل میرسونده کسایی بودن که آدمای ضعیفی بودن و جامعه زیاد ازشون حمایت نمیکرده و خانواده ثروتمندی نداشتن که دنبال کارشون بخواد بیفته. اکثرا خانواده‌های کشاورز و بی‌بضاعت بودن و اینجوری بوده که بچه‌ها میخواسته انقدر این آدم حرفه‌ای قتل انجام میداده. ببین میدونی منظورم از حرفه‌ای چیه؟ صبح تا ظهر میرفته کارگری میکرده و رفتارش با مردم و اطرافیانش انقدر خوب بوده. نیمه شب اکثرا، یعنی اون تعقیب رو میومده بعد از ظهر تا شب انجام میداده ها. حالا خونه طرف رو یاد میگرفته، نیمه شب وارد خونه طرف میشده و یه کار مشترکی که تو همه خونه ها انجام میداده. وای میستاده، اون خانواده میخوابیدن، وارد خونهشون میشده، با خودش هیچی نمیبرده. مثلا بگی چاقو میبرده، یه آهنی چیزی میبرده، چوب، و هیچ سلاحی با خودش نمیبرده. میرفته وارد خونه اون طرف میشده، شروع کرده خونه اون کسی که میخواسته به قتل برسونه رو میگشته قشنگ حرفه‌ای یه چیزی پیدا میکرده، با همون اون طرف رو به قتل میرسونده. و اینکه تو همه قتلام یه نشونه‌ای که داشته، کفش خیلی بزرگ میپوشیده، لباسای گشاد با کفش خیلی بزرگ. و وقتی از اونجا میومده بیرون، لباساشو میبرده یه جا، همون نزدیکی‌ها آتیش میزده و چندین ساعت هم وای میستاده ببینه پلیس میاد، ببینه اتفاقی میفته. و این قاتل به قدری حرفه‌ای بوده، تمام اثرا رو از اونجا پاک میکرده. و اولین قتلش هم کشتن یه پیرزن با 2 تا نوش بوده تو شهر خودشون. یه پیرزن رو با 30 تا ضربه و 2 تا نوه 10 سالش رو با 17 تا ضربه به قتل میرسونه و تمام زنایی که به قتل میرسونده رو بعد از قتل بهشون تجاوز میکرده. یعنی اول قتل بعد تجاوز. و جالبیش اینجاست که به زنای میانسال، یعنی جوون و میانسال، تجاوز نمیکرده اگه به قتل میرسونده. مثلا اگه یه زن 20 ساله بوده، 30 ساله بوده، 40 ساله بوده، فقط به بچه‌ها 9 10 نهایت تا 15 سال و به پیرزنا تجاوز میکرده. اینم خیلی چیز عجیبیه که خود من تا الان نشنیدم. از 67 تا قتل و 23 تا تجاوز انجام داده. و یه نکته جالب دیگه این که یانگ تو زندان دومش که داشته میرفته بیفته توی زندان، قبلش عاشق یه دختری میشه که پاک دلشو به دختره میبازه. بچه‌ها
با دختره قول و قرار میذارن با هم دیگه. به دختره میگه به پای من بمون، من وقتی اومدم بیرون با هم دیگه ازدواج میکنیم و براش یه حلقه میخره. این کاملا واقعیه ها، کاملا. این تو رسانه ها هست. دخترم قبول میکنه، گریه، همدیگه رو بغل فلان، دم زندان. یانگ میره زندان و بعد از اون 2 سال دوم که در میاد بیرون، کل شهر رو شروع میکنه به گشتن دنبال دختره. میبینه که همون روزی که آزاد شده روز عروسی دختر است. نه نمیکشتش. میدونم الان با خودتون این فکر رو کردید که وسط ما میره میکشتش. نه، چون خیلی عاشقش بوده. خیلی حالش خراب میشه اون روز، اما صبر میکنه. چند روز بعد میره جلوی در خونه دختره، باهاش صحبت میکنه، دوباره با هم دیگه میرن تو رابطه، عاشق و معشوق میشن. قرار میشه که دختره از شوهرش جدا شه، بیاد زن یانگ بشه. رابطهشون باز با هم خیلی خوب میشه. اما وقتی که دختره متوجه میشه که یانگ به خیلی از زنا تجاوز کرده، بیخیال یانگ میشه، برای همیشه میذارتش کنار و یانگ اونجا یه شکست روحی خیلی بد میخوره. اینم خب تأثیر میذاره دیگه تو روحیش. و مورد بعدی این که میگم یه چیز مشترک تو همه قتلاش داشته، همیشه با داس و چاقو و بیل و چکش قتلاشو انجام میداده. فقط این 4 تا چیز. یعنی تو خونه اونایی که میرسته انقدر میگشته تا این 4 تا چیز رو پیدا کنه. خب بچه‌ها، حالا من اینجا از شما یه سوال دارم. واقعا اون دختره، من نمیدونم چه جور آدمی بوده، فهمیده که این تجاوز میکرده اینو ول کرده؟ یعنی اون قتلا باعث ناراحتیش نشده، 2 سالم به پای این مونده فلان. خیلی عجیبه. میشه با آدم مثل یانگ اعتماد کرد 2 سالم به پاش موند از زندان بیاد بیرون؟ باهاش ازدواج کرد؟ واقعا نظر شما چیه؟ نظراتتون رو برام کامنت کنید. مرسی. فکر کنم خیلی نظرهای جالبی باشه. خیلی برام عجیبه، پشمام. خلاصه که یانگ آدم جالبی بود. روز یه کارگر ساده و معمولی بود و شب و تا صبح قاتل سریالی. و کاملا هم طبق واقعیته. و چیزی که برای من سواله اینه که شب چه جوری میخوابیده؟ البته 67 تا قتل تو 1 سال انجام داده دیگه. خب 1 سال که 67 روز نیست. خب بقیه‌اش هم احتمالاً با خود شبای دیگه میشسته نقشه طراحی میکرده. این پرونده یه خورده تو مغزم اصلا نمی‌گنجه. خیلی حرفه توی 1 سال 67 تا قتل. و اصلا میگن خیلی رفتار خوبی تو روز داشته و خونواده‌شو هیچکس اصلا بهش شک نمی‌کردن. خیلی عجیبه. خب بچه‌ها، حالا نکته جالب اینجاست که پلیس چین ببینیم چی کار کرده. میدونستید در مورد یانگ اطلاعات خیلی خیلی کمی تو رسانه‌ها، گوگل و جاهای دیگه هست و خود من واقعا پدرم در اومد تا این اطلاعات رو تونستم بگیرم، جمع کنم و الان اینجا به شما بگم. میدونید علتش چیه؟ برای اینکه پلیس چین تمام اطلاعات در مورد یانگو بعد از اینکه انداختنش تو هولوفتونی پاک کرده از همه جا. حالا بیایم با هم ببینیم علتش چیه. برای اینکه اون زمان که اون قتلا و تجاوزا تو دهه 2000، نمیدونم بین 2000 تا 2004 بوده، اتفاق میافتاده، پلیس اینجوری بوده که واسه اینکه خودشو قوی و خفن نشون بده، خب یانگ خیلی قاتل حرفه‌ای بوده دیگه. خیلی، یعنی میگفتن اصلا از خودش هیچ ردی به جا نمیذاشته. این آخرا هم که دیگه سوتی داده که گرفتنش، انقدر دیگه میگن قتل براش مثلا راحت و ساده بوده دیگه، مثلا خیلی ساده میگرفته دیگه، به یه سری جزئیات اهمیت نمیداده که گرفتنش. به خاطر همین پلیس چین فقط میخواسته یه نفر رو بگیره، گردن یه بدبختی بندازه، بگه که آقا مثلا مقصر اینه. پلیس چین نزدیک 10 نفر رو گرفته بوده. فکر کنید یانگو نمیتونستن اینا پیدا کنن، نزدیک 10 نفر رو گرفته بودن. هی یعنی اینو میگرفته، میکرداتش تو زندان،
بازجویی فلان سوال میفهمیدن کار این نیست، میکردنش بیرون. آقا نفر دوم بیا. اکثرا هم افراد معتاد و کارتون خواب و مثلا بی خانمان و اینجور کسا رو پلیس چین میگرفته، نه آدمای درست حسابی. آدمای سابقه دار و مثلا در و داغون و اینجوری دیگه. چون این 10 نفر رو پلیس چین گرفت و فهمید که کار اینا نیست و خب براش سنگین بود دیگه، چون یانگ هم یه قاتل سریالی بود که تو همه جای دنیا بپیچه که آره خب پلیسا اشتباه کردن و اینا. به خاطر همین وقتی اصل قضیه یانگو پیدا کردن، اومد تمام اطلاعات رو پلیس چین از تو تمام رسانه‌ها پاک کرد و واقعا در مورد این پرونده خیلی اطلاعات کم و به زبونای دیگه توی رسانه‌ها وجود داره بچه‌ها. حالا بیاین ببینیم سرانجام چجوری یانگو گرفتن. بچه‌ها آخرین شب که یانگ آخرین قتلش رو یعنی انجام داده بود و تقریباً 3-4 ساعتی میشد که از آخرین قتلش گذشته بود، تو چین میره به یه دیسکو و کشور چین اینجوریه که مثلا هر چند شب یه بار پلیسا میریزن تو دیسکو بدون هیچ دلیل خاصی. کارت شناسایی چند نفر رو رندوم انتخاب میکنن و نگاه میکنن. اون شب از شانس یانگ یکی از اونا بود که پلیس چین رفت سراغش و ازش کارت شناسایی خواست. یانگ انقدر ترسید که فکر کرده بود پلیس شناساییش کرده و ردشو زده، در صورتی که پلیس رندوم یانگو انتخاب کرده بود و هیچ کارت شناسایی اون شب پیش یانگ نبود. به خاطر همین پلیسا یانگو میگیرن میبرن به کلانتری و اصلا تا اون لحظه بهش چیزی نگفته بودن، ولی یانگ فکر میکرد که دیگه لو رفته. به خاطر همین از لحظه‌ای که میرسه به کلانتری تمام 67 تا قتل و 23 تا تجاوزی که انجام داده رو پیش پلیسا میگه و پلیسا اینجوری با دهن باز نگاش میکنن و متوجه میشن که این همون مردیه که اون قتل‌ها و تجاوزها رو انجام میداده. خلاصه اول فوریه 2004 دادگاه یانگ برگزار میشه و 14 فوریه 2004 یانگ به روش تیربارون تو چین اعدام میشه بچه‌ها. و در آخر وقتی پلیسا ازش سوال کردند که چرا این کار رو انجام میدادی، برگشت گفت هر قتلی که انجام میدادم انگیزم برای قتل بعدی بیشتر میشد. جامعه اصلا دغدغه من نبود و هیچ چیزی برای من مهم نبود. خیلی خب بچه‌ها، حالا الان بریم میخوام جواب سوالی بدم که اول داستان گفتم. چرا یانگ قربانیاشو همیشه از سایه تعقیب میکرد و هیچ وقت مستقیم حمله نمیکرد؟ این کار رو برای حفظ ناشناسی و کاهش ریسک انجام میداد. چون میدونست اگه مستقیم بخواد به قربانی نزدیک شه احتمال دیده شدنش هست و خب دوربینا خیلی راحت میتونن همه چی رو ثبت کنن. تعقیب از سایه بهش این اجازه رو میداد که رفتار قربانی رو تحلیل کنه، لحظه مناسب برای اقدام رو پیدا کنه و بدون هیچ اثری محل رو ترک کنه. این روش باعث میشه که پلیس هیچ الگوی مشخصی نبینه و قربانیا نتونن مهاجم رو به طور دقیق توصیف کنن. خیلی خوب بچه‌ها، تو پرونده بعدی که یه پرونده خیلی وحشتناکتر از اینه در مورد محمد بیجه با من باشید. میبینمتون.